ای کسانی که دنبال معصیت و گناه هستین در ماه مبارک رمضان نافرمانی الله نکنین که جنت میشوند. روزداران میخواهند که وارد جنت شوند. الله علیه و سلم میفرماید آخرین انسانی که روزه دارد وقت وارد این دروازه میشود این دروازه جنت. آیا پیامبران بیایند، اولیا بیایند، الله رب العزت و الجلال صدا میزنند روزداران بیایند. ای بیوه زنانی که نان خوردن ندارین نگران نباشین، دسترخوان عظیم پروردگار زیر عرش رحمان روز قیامت هموار شود. این دسترخوان میگوید زیر سایه عرش رحمان. ای کسانی که دنبال معصیت و گناه هستین در ماه مبارک رمضان نافرمانی الله نکنین. این ماه نافرمانی نیست، ماهی است که تو را پاک کند، صابون برای گناهان تو است. بس کن جوان عزیز من، خواهر گرامی من، پدر بزرگواری که آواز مرا میشنوی، بس کن. ماه مبارک رمضان ماه غیبت نیست، ماه مبارک رمضان ماه دروغ نیست، ماه مبارک رمضان ماه بد اخلاقی نیست، ماه مبارک رمضان ماه لدو و پابجی نیست، ماه مبارک رمضان ماه معصیت و گناه نیست. ماه مبارک رمضان ماه رحمت است، ماه مغفرت است، ماه ضمانت است. این حدیث سوم شد که کی میفرمود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقت نزدیک جنت میشوند روزداران میخواهند که وارد جنت شوند. یک دروازه بالای سر دروازه نوشته است باب الریان. باب الریان، دروازه سیراب کنندگان، دروازه‌ای که سیراب میکند. صدا زده می شود ای روزداران این دروازه مخصوص شما هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید آخرین انسانی که روزه دارد وقت وارد این دروازه می شود این دروازه جنت دیگه بسته می شود. بغیر از روزداران به کسی دیگر به این دروازه اجازه داده نمی شود. این به ما و شما هست. یک بار بگوین الله اکبر. وقت صحرای محشر می شود، روز قیامت، چه روز سخت است، چقدر روز سخت است. ما فقط شنیدیم ولی ندیدیم. لیس الخبر کالمعاینه. شنیدن کی بود مانند دیدن. بسیار روز خطرناک است. وقتی روز محشر همه در یک صحرای وسیع جمع می شوند، زن و مرد، پادشاه و گدا، پیر مرید، استاد شاگرد، غنی فقیر، نبی ولی، همه در یک میدان وسیع جمع هستند. یک بار صدا زده می شود از زیر عرش رحمان که بیاورین دسترخوان را. حدیث است، بیاورین دسترخوان را. دسترخوان آورده می شود، پرسیده می شود کجا هموار شود این دسترخوان؟ می گوید زیر سایه عرش رحمان. زیر سایه عرش رحمان هموار شود. ما زمستان را تیر کردیم، سردی. امروز خیلی هوا گرم است. ازدحام من باز گرمی را زیاد کرده. ولی عزیزان من، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، هیچ قطره عزیزتر به پیشگاه خدا از این قطره‌ای که از بدن تو میچکد نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید 4 قطره به پیشگاه خدا محبوب است. یکی از اون قطره هایی که خدا دوستش دارد همان قطره است که از بدن مسلمان در راه خدا میچکد، که امروز از بدن شما میچکد. بسیار با حوصله مندی تحمل بکنید که انتظار میکشد دسترخوان در زیر سایه عرش رحمان. وقتی این دسترخوان هموار میشود، چنان غذاهایی می آورد. جلال الدین سیوطی در الدر المنثور که تفسیر دارد در اوجه می آورد غذاهایی به این دسترخوان چیده می شود ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده. چقدر تو تصور زیبا داشته باشی نمیتونی تصور کنی که در دسترخوان چی نوع میوه‌ها را الله آماده کرده. ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده، ولا اذن سمعت، هیچ گوش نشنیده، ولا خطر على قلب بشر، به قلب هیچ کسی هم خطور نکرده.
وقتی به این دسترخوان میوه ها چیده می شود، ای فقرایی که نان خوردن ندارین نگران نباشین. ای بیوه زنانی که نان خوردن ندارین نگران نباشین. دسترخوان عظیم پروردگار زیر عرش رحمان روز قیامت انتظار شما را می کشد. ای یتیمانی که نان خوردن ندارین نگران نشین. ای فقیری که در وقت افطاری جز نان خوش چیز دیگر نداری نگران نباش. پروردگار کریم و مهربان تو چنان دسترخوان آماده کرده است که در هیچ مطبخ شاهان دنیا دیده نمی شود. بعد از این میوه ها و غذاهای رنگارنگ چیده می شود، صدا می زنند که چی کسان تشریف بیاورند. ای پروردگار، ای خدای کریم و مهربان، این دسترخوان مال انبیا است. آیا پیامبران بیایند؟ اولیا بیایند؟ الله رب العزت و الجلال صدا میزنند روزداران بیایند، روزداران بیایند، فقرا بیایند، جوانانی که روزه گرفتن بیایند، جوانانی که می توانستند از غذاهای لذیذ در دنیا لذت ببرند اما در ماه مبارک رمضان از ترس الله دهن به غذا نزدند، اونها بیایند. روزداران از صف جدا می شوند، می روند زیر عرش رحمان. چه کلر زیبایی، چه نسیم زیبایی، چه هوای سرد در همون صحرای محشری که همه از تشنگی و گرسنگی در حالت هلاکت هستند. چقدر روحها سیاه و چقدر روحها سفید است. اهل عرصات که این حالت را می بینند، مجرمان، فاسقان، ظالمان، روزخوران، بینمازان، کافران، مشرکان، وقتی حالت را میبینه پرسان میکنه که اینا چی کسانی هستند؟ اینا چی کرده بودن در دنیا؟ الله میگوید اینها بندگان هستند که چندین ساعت گرسنه نشستند، چندین ساعت در کنار زنشان بودند ولی از ترس خدا به زن نزدیک نمیشدند، چندین ساعت در کنار غذا بودند دور از چشم مردم اما ترس الله اجازه نمیداد که اینها بخورند.